درس 5 کتاب هنرستان جلد 2 اپرت از ابراهیم آژنگ. این قطعه که خواهیم زد بخشی از اپرت دکتر ریاضیدان هست که توسط آقای ابراهیم آژنگ ساخته شده. اپرت یا اپرتا یک واژه ایتالیایی هست به معنی اپرای کوچک. به گونه‌ای از نمایش موزیکال همراه با آواز گفته میشه که از اپرا کمی سبکتر هست و حالتهای گفتارگونه که در اپرا بسیار زیاده یا گفتگوها که در اصطلاح ایتالیایی اون رچیتاتیو گفته میشه کمتر هست. بنابراین در اپرت آواز بیشتر نقش داره تا گفتگو. گاهی به کمدی موزیکال یا میوزیکال کمدی اپرت گفته میشه که یک نمایش همراه با طنز و حالت کمدی و سبک و روان هستش که همراه با گفتگو و دیالوگ شکل میگیره و همچنین آواز و تفکیک اون از اپرا یا همون بالاد اپرا یا اپرای سبک لایت اپرا و اپرای خنده آور اپرا کمیک سخت باشه. از اپرات‌های فارسی میتونیم به اپرت رودابه در 3 اکت اثر محمدکیا خسروی نام ببریم. در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی با نفوذ موسیقی و فرهنگ غربی به ایران انواع اپرت در ایران رایج بود و در نمایشنامه‌ها استفاده می‌شد. ابراهیم آژنگ از موسیقیدانان دوره مظفری در اواخر دوره قاجاریه بود. از تاریخ مرگ و تولد او اطلاعات دقیقی در دست نیست. او موسیقی رو در بخش مدرسه نظام آغاز کرد. بعد از 1 سال که آموزش موسیقی رو فرا گرفت به کلاس‌های موسیو لومر فرانسوی که در اون دوره به استخدام موزیک ایران در اومده بود رفت و نزد او علوم موسیقی و هارمونی و اینها رو یاد گرفت. لومر در اون دوره سرپرست دسته‌های موزیک نظام بود و بعدها با تأسیس شعبه موزیک دارالفنون به سرپرستی اون بخش هم در اومد. آژنگ بعد از اینکه به مدرسه موسیقی نظام رفت تا درجه سروانی ترقی کرد ولی دوران زیادی در همین درجه باقی موند و همین امر موجب کدورت خاطرش بود. اما علاقه شدیدی به آموختن ویولون داشت و این شد که نزد موسیو دیوال فرانسوی رفت و از او موسیقی کلاسیک رو با ویولون یاد گرفت و از این جهت به ابراهیم ویولونی معروف شد. او به دستور شاه در دربار در مراسمی که خارجی ها حضور داشتن معمولاً ویولون اجرا می‌کرد. بعدها آژنگ به مناصبی چون ریاست دسته موزیک لاریجان در 1293 خورشیدی در موزیک دارالفنون دست پیدا کرد. در سال 1297 خورشیدی با درجه سلطانی یا همون سروانی به سمت ریاست موزیک گارد نصرت منصوب شد. وی همچنین کلاس خصوصی آموزش ویولون در منزل خودش داشت و چون با موسیقی ایرانی آشنایی پیدا نکرده بود تصمیم گرفت به نزد آقا حسین قلی استاد برجسته ردیفدان موسیقی ایران بره و آقا حسین قلی با تار ردیف‌ها رو برای او اجرا کرد و او سعی کرد با ویولون به تقلید اونها بپردازه و اونها رو یاد بگیره و همچنین اونها رو به خط نوت در بیاره و اینطور که گفته شده 1 دوره کامل ردیف آقا حسین قلی توسط ایشون نوشته شده که اگر دوستانی به این مجموعه دست پیدا کردن خوشحال میشیم که برای ما همون رو ارسال کنن تا بتونیم برای عموم اون رو به معرض نمایش و ارائه قرار بدیم. این اپرت دکتر ریاضیدان با همراهی و همکاری شاهزاده احمد میرزا خسروانی تهیه شده و چندین بار به نمایش در اومده که از جمله آثار معروف ابراهیم آژنگ هست. از جمله قطعاتی که برای موسیقی ایرانی ساخت معمولاً پیش درآمدها برای همه دستگاه هاست. معروفترین اونها پیش درآمد شوشتری و ماهور و همچنین مهمترین اثری که در مورد پیش درآمدها هست به خاطر منحصر به فرد بودنش
پیش درآمد راست پنجگاه است که تا اون موقع کسی پیش درآمد راست پنجگاه نساخته بود و شاید بتونیم بگیم بعد از ابراهیم آژنگ نخستین فرد در دوران معاصر استاد حسین علیزاده باشه که پیش درآمد راست پنجگاه ساخته. پیش از آغاز به کار رادیو در سال 1119 آژنگ معاون هنرستان عالی موسیقی بود زیر نظر غلام حسین مینباشیان که رئیس هنرستان بود. ایشون معاونت میکرد و بعد از افتتاح رادیو در سال 1119 آژنگ سرپرستی نوازندگان رادیو رو عهده‌دار شد و بیش از 1 سال هم در این سمت فعالیت کرد و به خاطر علاقه فراوانی که به موسیقی ایرانی داشت بیشتر قطعاتی که در وادی موسیقی ایرانی ساخته بود رو در دوران معاونت اداره موسیقی به اجرا گذاشت. در جشن باستان و جشن شادزی اجراهایی از آثار او انجام شد. آژنگ همچنین به واسطه اینکه نظامی بود چند مارش نظامی هم نوشت و در موزیک ارتش به اجرا در اومد. از جمله اونها ارتش و آهن هست. به طور کلی میتونیم بگیم آژنگ در آهنگسازی در موسیقی ایرانی بیشتر پیرو مکتب و سبک درویش خان و رکنادی خان مختاری بود و معمولا در اون 3 ضربی هایی که به عنوان پیش درآمد انتخاب میکرد بسیار از اونها الهام گرفته بود. از شاگردانی که زیر نظر ابراهیم آژنگ ویولن آموختن میتونیم از رضا محجوبی و شهباز برمکی یاد کنیم. علائم انتقال به هنگام یا 2 هنگام بالاتر و پایینتر در موسیقی. معمولا وقتی از یک 8 و VA استفاده میکنیم که مخفف اوتاو و آلتا هست، به معنی اینه که اون جمله مربوطه یا نوت‌های مربوطه یا نوت مربوطه 1 اکتاو بالاتر از اون چیزی که نوشته شده اجرا بشه. اگر از 8 و VB استفاده کنیم، VB کوچیک کنار اون 8 نوشته میشه، مخفف اوتاوا باسا هست، به معنی این که نوت‌ها و جمله مربوطه 1 اکتاو بمتر اجرا بشه. معمولا 8 VA بالای مجموعه نوت نوشته میشه و 8 VB زیر مجموعه نوت نوشته میشه و این 8 هم برآمده از همون اکتاو یا هشتم هست. طبیعتا از هر نوتی ما بخوایم 8 رو بریم بالا یا 8 رو بریم پایین به خودش میرسیم و میشه اکتاو یا هنگامش. همچنین اگر بخوایم 2 اکتاو انتقال بدیم بالاتر یا 2 اکتاو انتقال بدیم پایینتر از 15 استفاده میکنیم و MB می نویسیم برای 2 اکتاو بمتر. MA اگر نوشتیم 2 اکتاو زیرتر، که البته گاهی در بعضی از کتاب ها ما 8 تنها یا 15 تنها ببینیم که اگر این 8 بالای مجموعه نوتمون باشه میدونیم که باید انتقال به زیرتر بکنیم و اگر زیر نوت نوشته شده باشه انتقال به بمتر خواهد بود و دلیل موجودیت این 2 علامت به این دلیل هست که گاهی برای اینکه ما یک مجموعه نوتی رو بالاتر انتقال بدیم مجبوریم از خطوط اضافی در بالای حامل یا پایین حامل استفاده کنیم که نوازنده ممکنه از لحاظ نگاهی دچار مشکل بشه و سخت‌تر بتونه نوت‌ها رو تشخیص بده. به همین دلیل در همون میونه خطوط حامل نوشته میشه و از طریق این علائم انتقال به اکتاو بالا و پایین صورت میگیره. از علائمی که در این قطعه استفاده شده باز میتونیم از فورته به معنی قوی که با یک F نوشته میشه، پیانو به معنی ملایم و نرم آهسته یعنی با صدای پایین، و متسو فورته به معنی با صدای نیمه قوی که متسو فورته طبیعتا از فورته ضعیفتر و از پیانو قوی تره. ما اصطلاح متسو پیانو یا MP هم داریم که از پیانو قدری قوی تره. علامت آلگرتو که در این قطعه به کار رفته نمایش سرعت قطعه است. ما یک سری واژه‌هایی برای تندا در موسیقی داریم و اینکه با چه مترونومی و با چه سرعتی اونها رو اجرا کنیم. تنده‌های کند و تنده‌های تند و تنده‌های متوسط مثل مودراتو. آلگرتو از جمله تنده‌های تند به حساب میاد.
میدونیم که این اصطلاحات در مترونوم های مختلف ممکنه متفاوت باشن. مثلا مترونوم آمریکایی برای آلگرتو ممکنه سرعتی رو در نظر گرفته باشه که با مترونوم ایتالیایی یا مترونوم یاماها یا مترونوم ویتنر آلمان این اصطلاح و اندازه متفاوت باشه. همچنین استاد علی نقی وزیری مترونوم های خاص خودشون رو در نظر داشتن برای هر کدوم از این اصطلاحات. از جمله این آلگرتو حدود 100 تا 126 میتونه در نظر گرفته بشه. این قطعه در سول مینور هارمونیک قرار گرفته. همونطور که می‌بینیم سول مینور هارمونیک شامل سول، لا، سی بمول، دو، ره، می بمول، فا دیز، سول هست که با مینور تئوریک در این فا متفاوته. در مینور تئوریک ما فای به کار داریم، در مینور هارمونیک فا دیز، برای اینکه ایجاد محسوس بکنیم. این قطعه رو میتونیم شبیه به بیات اصفهان سول بدونیم. بنابراین دانگ های ره، می کرون، فا دیز، سول، دانگ چهارگاه، دانگ دشتی سول، لا، سی بمول دو و دانگ دشتی دو، ره، می بمول، فا در این قطعه به کار رفتن. مایه نما، سی بمول، می بمول. کوک ستار، دو، سول، ره. سیم اول نیم پرده بالاتر از کوک اسمی ستار کوک شده برابر با سی انگلیسی دیز. لا، سو، فا، سول، لا، سو، فا، سول، سول، فا، سول، ره، ره، دو، دور، دو، سی، سی، لا، سول، فا، سول. لا، سو، فا، سول، لا، سو، فا، سول، سول، فا، سول، ره، دو، دور، دو، سی، لا، سول، فا، سول. دو، سی، لا، سی، دو، ره، دو، سی، لا، دو، سی، سول، 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 سی، لا. سی، لا، سول، لا، سی، دو، سی، لا، سول، سی، لا، فا، فا، لا، سول. دو، سی، لا، سی، دو، ره، دو، سی، لا، دو، سی، سول، 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 سی، لا. سی، لا، سول، لا، سی، دو، سی، لا، سول، سی، لا، فا، فا، لا، سول. ره، می، دو، ره، سی، دو، لا، دو، دو، ره، سی، دو، لا، سی، سول، سی، دو، لا، سی، سول، لا، سول، فا، سول. ره، می، دو، ره، سی، دو، لا، دو، ره، سی، دو، لا، سی، سول، سی، دو، لا، سی، سول، لا، سول، فا، سول. لا، سی، دو، سی، لا، دو، سی، ره، دو، سی، لا، سول، لا، سول، لا. Sol, la, si, la, sol, si, la, do, si, la, sol, fa, sol, fa, sol. La, si, do, si, la, do, si, re, do, si, la, sol, la, sol, la. Sol, la, si, la, sol, si, la, do, si, la, sol, fa, sol, fa, sol. ابتدا با حالت فورته و قوی میگیم لا، سی، فا، سول، راست، چپ، راست. چنگ‌های نقطه دار دولچنگ بعدشون حتما با چپ خواهد بود در کل این قطعه. سول، فا، سول، ره. حرکت پنجم میکنیم، میریم سراغ ره، منگوش دوم، رم، ره، دو. تو میتونیم با ریز پر هم اشاره بدیم. رم، ره، دو، یا با تک ریز. رم، ره، دو، دور، دو، سی، لا، سول، فا، سول. منگوش دوم میریم رو سول. کل این مجموعه یک اکتاف برمتر. لا، سو، فا، سول، لا، سو، فا، سول، سول، فا، سول، ره، دور، دو، سی، لا، سول، فا، سول. حالا با حالت پیانو و نرم فراز آ رو داریم. دو، سی، لا، سی، دو، ره. سی میاد انگشت اول. دو، سی، لا، دو، سیل. باز با ریز هست. سول، 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 سی، لا. سول اسم زرد رو بردیم. این فراز آ یه پله پایین تر و یک اکتاف باز پایین تر در قسمت بمتر تکرار میشه. سی، لا، سول، لا، سی، دو، سی، لا، سول، سی، لا، فا، فا، لا، سول. این مجموعه فراز آ و تکرارش یک پله پایین تر دوباره هم اجرا خواهد شد. من انگشت دوم میاد روی ره، میگیم ره، با حالت فورته. ره، می، دو، ره، سی، دو، لا، دو. اینجا پنجه بی رو داشتیم. ره، می، دو، ره، سی، دو، لا، دو. راست، چپ، راست، چپ، راست، چپ، راست که دوم میاد روی دو. این پنجه بی یک پله میخواد بیاد عقب. دو، ره، سی، دو، لا، سی، سول، سی. با دوم میاد روی سی.
و باز همین پنجه بی یک پله پایین‌تر، اما این بار انتهاش فرق میکنه. سی دو لا سی سول لا سول فا سول. کل این مجموعه جدید هم دوباره تکرار خواهد شد اما یک اکتاو کمتر. ر ر ر می دو ر سی دو لا دو 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 ر سی دو لا سی سول سی 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 دو لا سی سول لا سول فا سول. بعد با حالت متسو فورته نیمه قوی میگیم لا سی دو سی لا دو، با دوم میپریم روی دو. راست چپ راست 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 سی ره دو سی لا سول لا سول لا. این فراز سی بود، یه پله عقب‌تر هم اجرا میشه. سول لا سی لا سول سی لا دو سی لا سول فا سول فا سول. و فراز سی و یک پله پایین ترش دوباره هم تکرار میشه. قطعه رو با سرعت 100 اجرا میکنیم.